انا اینجا جای شهدای احد. اینجا جای شهدای احد، صحابه هایی که در احد شهید شدگیان. انا همینجا ده ای قبر فرسیدن شرکه، فرسیدن در کار نیست، فقط اینجا ما برای عبرت میاییم. یعنی هر کسی باشه نباشه زود یا دیر میروه. خب در اینجا آمدن ده طبق سنت باید بگو که السلام علیکم اهل دیار من المؤمنین والمسلمین و انا ان شاء الله للاحقون. اسأل الله لنا ولكم العافیه. رسول الله صلی الله علیه و میگه که انی كنت نهیتكم عن زیارت القبور فزوروها فانها تذکر الاخره. میگه رسول خدا که من شما را منع کرده بودم برای زیارت قبرها، لکن شما زیارتش کنه. یعنی اول معنیش کرده بودم، اکنون زیارتش کنه برای اینکه شما را یادی آخرت میدهد. یعنی قبر را زیارت کردن اومدن فقط برای یادداشتی آخرت، دیگر نیت نیسته. خب در اینجا یک چند تا توجیهات مهمه برای کسانی که حج میآیند. توجیهات مهمه یعنی نصیحت های مهم. یکم، تشرع زیارت القبور اقتداء بالنبی صلی الله علیه وسلم من غیر شد الرحال الیها. یعنی جایز زیارت قبرها با اقتدای سنت، یعنی با کاری که رسول الله صلی الله علیه وسلم کردن، نه که مخصوص برای این نه آدم یک جا سفر کنه بیام همین را زیارت کنم شرط ضروری ندونه. یعنی ما مسجد نماز خواندیم، جای نزدیک بود اومدیم زیارت کردیم دیدیم، یک عبرت انشالله میگیریم. دوم، تشرع زیارت للامرین. یکم زیارت به دو امر جایز دانسته میشه. یکم اولا السلام علی اهل القبور و الدعاء لهم. سلام دادن به اهل قبور و دعا کردن برای آنها. و کان النبی صلی الله علیه و سلم یقول، رسول الله صلی الله علیه و سلم میگفت السلام علیکم اهل دیار من المؤمنین والمسلمین و انا ان شاء الله للاحقون. سلام علیکم ای اهل دیار همینجا از مؤمنین و مسلمین و ما ان شاء الله نزد شما می آییم. اسأل الله لنا ولكم العافیه. از خداوند برای خودمان برای شما عافیت طلب میکنم. رواه مسلم. دوم، تذکر الاخره، یعنی آخرت را یاد میاره. لقوله صلی الله علیه و سلم، و حدیثی که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودن انی كنت نهیتكم عن زیارت القبور فزوروها فانها تذکر الاخره. من شما را نه کرده بودم برای زیارت قبرها، لکن زیارتش کنین اکنون برای اینکه شما را آخرت را یاد میاره. سوم، التمسح بالقبور بدعه محدثه لا يجوز. یعنی مسح کردن قبرها، ریشاتکار را مسح کردن بدعه، گمراهی، جایز نیست. و هی وسیله من وسایل الشرک، و این یک وسیله از وسیله شرک. چهارم، لا يجوز التبرك بالصعود على جبل احد و الرماد. جایز نیست تبرک دانستن بالا بر آمدن کوه احد بگو که تبرک، جایز نیست. ولا اخذ تربتها، و خاکش هم گرفتن درست نیست، جایز نیست. او شیء من احجارها، که یگان سنگش بگیری برای نیت تبرک جایز نیست. یعنی این یک چند کورای هستن که هر یک آدمی زائر زیارت میکردگی اینا بسیار با اهمیت باشه، برای اینکه ما میایم گناه ها را توزه میکنیم. نه که انسان بیا با گناه توزه کنی و با شرک کنه، یک مثلا معنی نداره آمدنش. خب نزدیک ترک میریم انشاءالله. اینجا قبری حضرت حمزه رضی الله عنه و باقی مسلمان ها هم در اینجا خاک شدگیان، یعنی در همین خاک رفتگیان. من همین قبری دراز، قبری حمزه رضی الله عنه. الله اعلم اینجا بود دیگر صحابه هم هستند. خب الله متعال اینها را رحمت و مغفرت کنه و ما را مثل همین ها الله متعال بنده خود قبول کنه که در حق اینا الله متعال فرموده است لقد رضی الله عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجره. یعنی مؤمنایی که در تگ درخت بدن الله راضی شده. آیت دیگه میگه رضی الله عنهم و رضوا عنه. خداوند از اینا راضی شد، اینا از خداوند راضی شدن. پروردگار همه ما و شما را از خودش راضی گردانه.